تره مینا آلن خاتون. Målen nelikumed astadvana. Målen tartus kos oma abikasa ya tutrega. Oleme İran lased. Matotan kokana. Ya mumes filmi tegiana. Mutot terkayb lasta ayas ya ragib hasti estikelt. Opime estikelt. Kuite yekel anvaga keroline. آخ بیا که از عشق تو دیوانه گشتم وگر شهری بودم ویرانه گشتم ز عشق تو ز خان و مان بریدم به درد عشق تو هم خانه گشتم چنان کائل بودم کان را نگویم چو دیدم روی تو مردانه گشتم Oleme perekun yarran sime teye kodumale. Me oleme yuba kaks astat tartus. Me oleme sise randa yatte. یه روز دخترم از من پرسید مامان چرا ما اینجا هیچ کیو نداریم؟ چرا هیچ دوستی نیست؟ چرا پدر بزرگ ندارم؟ چرا مادر بزرگ ندارم؟ چرا خاله دایی هیچ کیو نداریم ما اینجا؟ نمیدونستم چه جوابی بهش بدم. یه ذره فکر کردم. گفتم مامان ما مهاجریم. گفت مامان مهاجر یعنی چی؟ دوباره یه ذره دیگه فکر کردم که بتونم یه جوابی بدم که قانع بشه، که بفهمه. گفتم مامان ما مانند پرنده‌ای هستیم که خونه نداره. باید انقدر پرواز کنیم تا به جایی برسیم که بتونیم اونجا خونه برای خودمون درست کنیم، بتونیم زندگی کنیم. گفت آها مامان فهمیدم، ما آدمای بیخونه هستیم. گفتم آره مامان، مهاجر یعنی بیخونه، پرنده بیلونه، میگرده تا یه جایی پیدا کنه به آرامش برسه، یه جایی که امنیت باشه، یه جایی که زندگیش نرمال باشه، شاد باشه. مرا گفتی به در پرده دریدم، مرا گفتی قدح بشکن شکستم، مرا گفتی ببر از جمله یاران،
کندم از همه دل در تو بستم